رئیس لیتسه کشاورزی منطقه ارخانگلسکی ولایت خرسون اوکراین میگوید نیروهای اشغالگر روس این آموزشگاه را به پایگاه نظامی تبدیل داده ماه اکتبر هنگام عقب نشینی آن را در حال دهشتبار پرتافته فرار کردند. این بینای لیتسه کشاورزی است. نیروهای روسیه شهر ما را 15 مارت اشغال کردند. آنها در این بینا 7 ماه جایگیر بودند. اینجا پاسگاه بود. آنها تهخانه را به پناهگاهشان تبدیل داده همانجا میخوابیدند. من دیدم که هنگام فرار آنها جهاز گرمیدهی، کامپیوتر و دیگر اشیای لیتسه را در ماشین او را بار کرده به یغما بردند. سابچوک در این آموزشگاه 25 سال کار کرده است. بعد فرار نیروی تجاوزگر در ماه اکتبر او به جای کارش برگشته از دهشت دیده‌اش گریه کرده است. آنها یک روز پس از اشغال شهرمان 16 مارت مردم محله را یک تا به استنطاق دعوت می‌کردند. اتاق شکنجه در طبقه دوم بود. آنها می‌پرسیدند که کی در نیروهای حمایه محلی ایفای وظیفه کرده و در اینجا چقدر سرباز مستقر بود و کی به آنها کمک می‌رسانید. Допитували, хто був в територіальній обороні, скільки було військових, хто співпрацював, хто не співпрацював і таке інше. یک دفعه دیدم که سرباز روس تپانچه را به طرف زانوی مرد محلی روانه کرد. بعد تیر را در کنار زانوی این مرد خالی کرده بازپرسیش را دوام داد. تیر به زانو نرسید ولی حال مرد ناگوار بود. سرباز همانا میپرسید سربازان اوکراینی در کجا هستند؟ آنها خف داشتند که سربازان اوکراینی در همین نزدیکی ها قرار دارند. Дякувати Богу, коліна залишили сіли, але люди, ви розумієте. قبل از ترک بینا سربازان روس آن را مینه‌کاری کردند. Тут було заміновано. یک سرباز اوکراینی که میخواست پرچم کشور را از زمین بردارد از ترکیش مینه به پرچم پیوست شده مجروح گشت. Були замінували і بخشی بزرگی ولایت خرسون زیر نظارت نیروهای روسیه است. یک قسمت کلان شهر خرسون پایتخت این ولایت ماه نوامبر به نظارت نیروهای اوکراینی گذشت. از آن وقت نیروهای روسیه آتشباران شهر را شروع کرده تا کنون 10 نفر را به قتل رساندند.